سلام بیننده عزیز، فرصت معرفی سرخطی خبرهای برنامه امروز است که تا کمتر از 3 ساعت دیگر شروع می شود. طاهری سفر هستم و همراه شما. برنامه ساعت 5 به وقت دوشنبه، ساعت 3 به وقت مسکو و سنت پتربورگ آغاز می یابد. ما را مستقیما در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و وبسایت azadi.org تماشا کنید. در فیسبوک هم صفحه داریم، صفحه ما با نام رادیو آزادی است. برنامه مستقیم در آنجا نشر می شود، می توانید ببینید، نظر و اندیشه های خود را هم همان لحظه بنویسید. خب، در برنامه امروز اول درباره آن میگوییم که چگونه جنجال و سنگ اندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با مرگ یک نفر انجامید و از حالا در سرحد سوخت و بادکند چگونه است. مقامات برای پیشگیری از نزاع چی کار میکنند؟ چرا این حادثه ها تکرار میشوند؟ گزارش را در این باره با ویدیوها از محل حادثه در برنامه امروز تقدیم میکنیم. تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان، برای امکان دادن به خیش و تباربازی، برای فساد و رشوه‌خواری سخت تنقید کردند. گزارش نوی را در این باره وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرد و جزئیات آن را به شما در برنامه خبری خواهیم گفت. دعوا و کشمکش رانندگان با ناظران راه، حادثه‌ای که زیاد در راه‌های تاجیکستان می‌بینید، اما این حادثه که در باره آن در برنامه امروزه خبر می‌دهیم دیگر است. بادشنام در حق مادر و با باز شدن پرونده جنایی به ضد یک راننده تانگم در شهر دوشنبه. امریکا هم پرواز یکی از هواپیماهای پیشرفته شرکت بوئینگ را متوقف کرد. مقامات گفتند تا زمانی که سبب‌های سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 مکس متعلق به شرکت هواپیمایی الجزایر معلوم نشود، به این نوع هواپیماها اجازه پرواز نمی‌دهند. خود بوئینگ هم گفت که 371 هواپیمای بوئینگ مکس 737 را که تاکنون استحصال کرده است در فرودگاه‌ها از جایشان به قبل نمی‌جنباند. تنها ملامت برای جستجوی جانوری که از خوردی همراه شما بود. رحمت الله زایرف، رئیس حزب سوسیال دموکرات که سگش را گم کرده است، میگوید برای اعلان‌هایش درباره پیدا کردن سگ وفادارش با نام جاذبه با او پیشخند و طعنه و ملامت زدند. رحمت الله زایرف در یک مراجعه به چنین افراد 9 سبب را پیش آورده است که چرا این سگ برایش عزیز است و این خبر را هم در برنامه به شما خواهیم گفت و با ویدیوهای زیاد. خوب، تا 3 ساعت دیگر منتظر شما هستیم. برنامه خبری طوری گفتیم تا کمتر از 3 ساعت دیگر، ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت مسکو و سنت پتربورگ شروع می شود. منتظر شما هستیم.